گایز چطورین بچه؟ هلو گایز چطورین بچه؟ خوبین؟ چیکار میکنین؟ به من که ربطی نداره ولی خوب اومدیم با بازی استامبل بوک گایز. خیلی بازی خوبی و خفنیه. نگاه به جلو نکنین. من حد اکثر قبلا تا نزدیک 900 تا 1000 تا رفته بودم ولی خب ویدیویی نیست ثابت کنم، ولی واقعا تا 900 تا 1000 رفته بودم. 64 تا الان جمع دارم، همشونم فقط سر یه بار سر این خرج کردم. یه بار که نه، تمامشون هیچ چیز خاصی نداد. نه لژندری داد، نه یعنی نه لژندری داد، نه اپیک داد، نه یر داد، نه کامانا داد، نه کامان. هیچ. چرا کامانا داد و یر اپیک هیچی، نه لژندری داد، نه میتیک داد، و 126 تا وین دارم. رنگ قبلی من 2 بار پلاتینum بودم، الان برنزم. حوصله رنگ اصلا ندارم. 11750 تا از این جایزه ها دارم. لول 41 هم هستم. استامبل پس هم خیلی وقت کامل کردم، فقط میخوام برم ایونت استامبل حداقل 300 تا ازش در بیاریم. خوبه دیگه، میریم برای بعدش شاید بریم تورنمنت شرکت کنیم. وضعیت اینترنت -2. یعنی میخوام این ویدیو رو داخل یوتیوب آپلود کنم 2 ساعت دیگه هم رو میاد، 3 ساعت دیگه هم رو میاد. اگه سرانی باشه بهمون مشته ساعت نیست. اولای استامبول که من پیلم 500 همون موقع هم اولین ویدیو رو گذاشتم. اولین ویدیو خیلی چند اصلا کامل 10 ساله بیشتر نبود، 10 تا وزید داشت. یعنی یک هفته 2 هفته 10 تا وزید داشت. کیفیت در حد موز بود، یعنی اصلا کیفیتش خیلی بد بود. ای خدا، کلن از 7 نفر 2 نفر موندن. خودت کالی بست مشتش خیلی خوبه، به درد میخوره. درست زیاد اتک ندارم، میتونم یک رانی اشار چه دارم میرخصم، میدانید دارم میرخصم. اسکین آقای محمد نینجا وین نمیده، یک راناست. ببخشید من صدام گرفته است، نمیدونم چون میفهمی یا نه، ولی اگه صدام گرفته است یک کوچولو مریضم. از مریضیم دیگه آخراش، ولی خیلی کم، در حد یه ذره صدام گرفته است. و اگه بده بباشید نه مرد
مالکی چی خیلی سخت تکرانی حداقل دورانی صداوی ببینیم چند تا از این لعنت خدا بر تو وضعیت اینترنت رو میبینی ایران وضعیت اینترنت ایرانه چرا اونجا رفته خب آقا متاسفانه ما نتونستیم کاملا چی کنیم اینا برنامه ترول فیس نیست ادیتم اینا برنامه های میخواستم ترول فیس کنم بعد دیدم نه اینا به درد نمیخوره رفتم عکس آنلود کردم و کلی چیز میدم نه این گوشیم هنگی نیست از خستون روبلاکس هم با هومان میرفتیم بهتر بود اگه جواب بده هومان البته باید بشه زنگ بزنم ادفرندمون نیست هست بود RIP همینی میخواستم فقط نوستم که این دالین قطع پیس